منظور سمکینова مادری می باشد که 40 سال اینجانب فرزند معیوبش را پرستاری می کند. او ساکن جماعت حیدر عثمانی نوحی باباجان غفورов می باشد. خودش نیز نفقه خور بوده برای خریداری داروواری به فرزند معیوبش و پیشبرد زندگیش اذیت می کشید. از این لحاظ به تشکیلات جمعیتی دنیای مهر برای کمک مراجعت نموده بود. همین دنیای مهر چندین مراتب ما و کمک کردم. منتداری خود را بیان می کنم. دختری من دستش سوختگی اخورده معیوب گروهی دیگه من تبابتش به کمک کردم. من 1000 بار منتدار اینها. تشکیلات جمعیتی دنیای مهر 30 نفر معیوبان عائله‌های احتیاجمند را با کمک پولی یک وقته تامین نمود. این نفران که گروهی معیوبی دارند و بنابر وضع سلامتی در جای امکانی کار کردن را ندارند چند پیش به تشکیلات مذکور عریضه کرده بودند. با دستگیری اشخاص خیرخواه و از حساب قوطی‌های خیریوی در عرفه عید رمضان اقدام مذکور به راه مانده شد. من دنیای مهر به مراجعت کردگی بودم به تبابت فرزندم برای به خودم مراجعت کردگی بودم. من منتداری خودم رو به رئیس جماعت من دنیای مهر شادی بویه میرسانم. مرا دستگیری کردن. من از آنها خیلی منتدار هستم. بیش از 720 عائله‌های کم‌بضاعت و احتیاجمند در جماعت حیدر عثمانی نوحی باباجان غفورов به قید گرفته شده است. بنابر معلومات رفاعت رجبه و کارمند جماعت مذکور برای دستگیری این عائله‌ها آنها پیوسته با تشکیلات جمعیتی دنیای مهر همکاری می‌نمایند تا اینکه عائله‌های نیازمند و معیوبیت داشته با مواد خوراک دستگیری کردند. امروز نیز 15 نفر معیوبان جماعت با کمک پولی تامین شدند. و دنیای مهر من هر سال 2 بار 3 بار یاردم کده میستن منتداری خودمان رو بیان میکنیم. من حاضر با آمدگی امروز سنه‌ای 25 و عائله های کم بضاعت که 15 تا جدا شرایطشان وضعی می باشد با آنها با مبلغ تامین میکنند. رسول اسلاموی 60 ساله معیوب گروه یکم می باشد. 4 سال اینجانب در بستر بیماری قرار دارد. امکانی از جای خیستن و راه گشتن را ندارد. برای او نیز در عرفه عید رمضان عرابچه معیوبی از جانب مسئولین تشکیلات جمعیتی دنیای مهر سپاریده شد. من به دنیای مهر عریضه داده بودم برای شوهرم این سوشتگی یک جایی بودن. من به وعده داده رحمت میگه و به کمپانی که همی قدمای دستگیری کردن شرایطم نبود راست گپ. ماه رمضان برای این عائله احتیاجمند سخاوت خود را آورد، زیرا با دستگیری صاحبکاران خیرخواه خانه آنها تعمیر گردیده با جهاز لازمه روزگار تامین گشتند. گزارش اغلای رجب و عبدالملک دادایف برای برنامه اطلاعاتی امروز.